چجوری میتونیم پسورد پیج اینستاگراممون رو تغییر بدیم؟ خب شما که میخواین پسوردتون رو تغییر بدین 2 تا حالت داره. حالت اول اینه که پسورد فعلیتون رو یادتونه. حالت دوم اینه که پسورد فعلیتون رو یادتون نیست و فراموشتون شده که در ادامه به جفتش میرسم. خب برای تغییر پسورد شما وارد بخش پروفایلتون بشین و این ویرایش نمایه رو بزنید. ویرایش نمایه رو که زدیم بیاین پایین و تنظیمات اطلاعات شخصی رو انتخاب کنید. احتمالاً این صفحه رو براتون میاره جیمیل و شماره تماستون رو یه دونه برگشت بزنید. خب اینجا گزینه گذرواژه و امنیت رو میبینید، انتخابش میکنید و گزینه اول تغییر گذرواژه رو اینجا مشاهده میکنید. انتخابش کنید، اکانتتون هم انتخاب کنید. خب 3 تا کد داره. توی کد اول گفته گذرواژه فعلیتون رو وارد کنید، همین گذرواژه‌ای که الان دارین. توی کد دوم باید گذرواژه جدیدتون رو وارد کنید و همین گذرواژه جدید رو باید توی کد سوم هم تکرارش کنید. عیناً همون رو تکرار کنید. و گذرواژه‌تون باید این مشخصات رو داشته باشه. باید از 6 تا کاراکتر بیشتر باشه و شامل حروف و اعداد باشه. از این کاراکتر هم توی خودش داشته باشه. بخوام مثالش رو براتون بزنم یه همچین چیزی ازتون میخوام. ببینید من یه گذرواژه وارد کردم، عدد هم حروف داره، حروفش حروف بزرگ و کوچیکه و هم یه دونه کاراکتر مثل ادساین یا آندرلاین داره تو خودش. خب من گذرواژه فعلیمو وارد میکنم توی کادر اول، گذرواژه جدیدم هم توی کادر وسط و همین گذرواژه جدید رو توی کادر سوم تکرار میکنم و در آخر تغییر گذرواژه رو از این پایین انتخاب میکنم. برای اینکه ببینید چی وارد کردید میتونید چشمی و بغلش رو بزنید تا گذرواژه رو براتون نمایان کنه. خب من همه رو وارد کردم و حالا باید تغییر گذرواژه رو بزنم. خب گذرواژه‌ام تغییر کرد. این از حالت اول بود که پسورد خاطرتون هست و فراموشتون نشده. اما اگه پسورد فراموشتون شده باید این مسیر رو برین که در ادامه بهتون میگم. بازم وارد اینستاگرامتون میشین، ویرایش نمایه رو میزنید، یکم میایید پایین، تنظیمات اطلاعات شخصی رو میزنید، بازم اطلاعات تماس رو براتون میاره، یه برگشت میزنید، گذرواژه و امنیت رو انتخاب میکنید، تغییر گذرواژه رو انتخاب میکنید، اکانتتون هم انتخاب میکنید، بازم همون صفحه رو میاره میگه گذرواژه فعلی تو وارد کن، رمز جدیدی که میخوای بذاری رو وارد کن و همون رو تکرارش کن. اما مشکل اینه که ما رمز فعلی رو نداریم، پس باید از این پایین گذرواژه را فراموش کرده اید اینو انتخاب کنید. خیلی ریز نوشته شده این پایین. همین که انتخابش میکنید میگه ما براتون یه ایمیل ارسال کردیم، بریم و ایمیلمون رو بررسی کنیم. میبینید یه دونه ایمیل برام ارسال شده و وقتی که بازش میکنم یه گزینه ریست پسورد انتخابش میکنم، این اینستاگرام رو انتخاب میکنم، دوباره منو میبره به این اینستاگرام. حالا میبینید که این بار از همون گذرواژه فعلی رو نمیخواد و میگه گذرواژه جدیدی که میخوای قرار بدی و توی کادر اول وارد کن، همون رو توی کادر دوم تکرار کن و بعد بازنشانی گذرواژه رو بزن تا رمز عبورت یا همون پسورد تغییر کنه.